خدمات شناسنامه‌دهی شعبه میلیسیای نویه فرخار، شناسنامه خارجی اویشما عبداللهی و مادر 73 ساله شرافالدین گدایف، رهبر جنبش اپوزیسیونی اصلاحات و رشد تاجیکستان را همگی بعد 2 روز داده شدنش از او با بهانه اصلاح یک خطا پس گرفته، اینا قریب 3 هفته باز پس نمیدهند. در این باره روز 14 فوریه سال 2024 شرافالدین گدایف خبر داد مقامات کارهای داخلی نویه فرخار تا حال این ماجرا را شرح ندادند، ولی بنا به نقل گدایف این کار را نوجوانمردی میشمارد. شناسنامه را که خودشان داده بودند با فریب از مادر پیر او پس گرفتند. مادر من از چند بیماری از جمله از درد دل و فشار خون و دیابت قند رنج میکشد و ما میخواستیم که بعد شناسنامه خارجی گرفتنش او را برای طبابت به خارج از کشور و احتمال غالب به ترکیه ببریم. در اول در خدمات شناسنامه‌دهی شعبه کارهای داخلی نویه فرخار بدون یگان مشکل برای شناسنامه خارجی درست کردند و در پایان ماه ینور به دست نشدند. فکر میکنم از بس که نسب مادر من عبداللهیف است شاید در اول نفهمیدند که او مادر گدایف است. بعد 2 روز وقتی فهمیدند که به کی شناسنامه دادند، شتابان به خانه‌مان در مرکز نویه فرخار آمده مادر پیرم را فریب دادند که گویا در شناسنامه‌اش چیزی را خطا نوشتند و آن خطا را اصلاح کرده بعد 2 روز شناسنامه را در شکل درستش برمیگردانند. ولی اینک 17 روز گذشت ولی چنین به نظر میرسد که دیگر به مادر پیر من شناسنامه دادنی نیستند، نقل کرد گدایف. این سیاستمدار مخالف معتقد است که با چنین شیوه مقامات میخواهند برای فعالیت‌های اپوزیسیونی او توسط مادرش نخور بگیرند. میخوان خویشاوندان مرا همچون گروگان در داخل نگاه بدارند. چنین شیوه بهرمانه برخورد نسبت به خویشاوندان مخالفین حکومت حتی در دوره جنگ شهروندی که یک گروه به ضد حکومت با عراق می جنگید نبود. مقامات تا حال این ماجرای شناسنامه مادر گدایف را یگان شرح ندادند، ولی در گذشته فعالان دیگر مخالفین نیز درباره برای فعالیت‌های اپوزیسیونی آنها تحت تعقیب و فشار قرار گرفتن خویشاوندانشان و از جمله منع سفر آنها به خارج و مصادره شدن شناسنامه‌های خارجیشان شکایت کرده بودند. از این قبل ماه اکتبر سال 2023 در پی تظاهرات مخالفین تاجیک در روزهای سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به برلین، کارمندان شبکه برق نویه فرخار سیم‌های برق خانه گدایف را بریدند. انتقال برق را به خانه او قطع کرده بودند. آنها گفتند که فرمان از بالا است. آنها گفتند که پسر در برلین به ضد پرزیدنت گپ زده است و به ما از کلاب امر دادند که سیم برقش را ببرید. نقل کرده بود اویشما عبداللهی و روزهای 28 و 29 سپتامبر سال 2023 در روزهای سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به برلین، گروه از فعالان اپوزیسیون تاجیک در پایتخت آلمان چند تظاهرات اعتراضی دایر کردند. چند تن از مخالفین حتی ماشین پرزیدنت رحمان را که به ملاقات با صدر اعظم آلمان اولاف شولز میرفت با تخم زدند. در اعتراضهای برلین شرافالدین گدایف نیز اشتراک و چندین بار با انتقاد از حاکمان کنونی تاجیکستان سخنرانی کرده بود. شرافالدین گدایف سال 2015 به اروپا پناه آورد و حالا در هلند به سر میبرد. او از سال 2018 رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، یک گروه اپوزیسیونی عضو ائتلاف در خود جمهوری ممنوع پیمان ملی تاجیکستان را بر عهده دارد. ماه فوریه سال 2019 گدایف را ضمن سفرش به مسکو به طور مرموز ربوده با هواپیمای سامون ایر به تاجیکستان بردند. این قضیه سر و صدای زیادی به پا کرد و در پی دخالت دولت‌های اروپا مقامات تاجیکستان شرافالدین گدایف را الکی بعد 17 روز رها کردند و او صبح 2 مارس سال 2023 با پرواز دوشنبه فرانکفورت به اروپا برگشت. اتفاقا بازم با هواپیمای همان شرکت سامون ایر.